من یه تعداد زیادی مهارت بلدم، حدوداً 38 تا. آرایشگری بلدم، طراحی سه‌بعدی، کابینت‌کاری، برکشی ساختمان، باشگاه بدنسازی، نرم افزار فلزیدیو، نقاشی رنگ روغن و طراحی با زغال، جوشکاری رو در حد نیمه حرفی عکاسی میکنم. کار آتلیه کار میکردم، گیتار میزنم و میخونم، کارهای مکانیکی ماشینامو خودم انجام میدم، نرم افزار ادیت ویدیو، فیلم برداری میتونم کنم، آموزش تعمیرات سخت افزار و نرم افزار گوشی، اکثر نرم افزارهای اداری، حساب سقف کاذب و دیوار پوش، کفپوش و پارکت کار حرفه‌ای بود. برق خودرو هم تقریبا کاغذ دیواری هم بلدم نصب کنم. نرم افزارهای انیمیشن سازی دو بعدی متا تریدر 4، به پرورش گل و گیاه، مجسمه سازی هم بلدم، نصب شیرالات و لوله کشی روکار، قلمگیری و صافکاری و رنگ خودرو، ماهیگیری و کمپینگ، خیاطی و دوخت و دوز رو در حد مبتدی بلدم، تزریقات ساده عضلانی، نصب روکش صندلی و شیشه دودی ماشین، بارگاه سیمپیچی موتور و ترانس، تعمیرات لوازم خانگی رو داستان می‌نوشتم.